خب ببینید توجه داشته باشید در صفحه شماره 15 کتاب درسی ریاضیات نهم در خدمتتون هستیم و بریم برای این مبحث بسیار مهم با هم آماده بشیم و مطالب مهمش رو با هم یاد بگیریم. خب دوستان اگر توجه داشته باشید موضوعی که الان میخواییم با هم در موردش صحبت بکنیم احتمال خودتون در جریان هستید که دست پایه دوم ابتدایی با این بحث با شما بودیم و یاد گرفتیم که احتمال به معنای حالتهای ممکن یا حالتهای مطلوب بر کل حالتها هست، کل حالتهایی که به عنوان حالتهای ممکن در نظر میگیریم. خب با توجه به این مطلب میگیم که ببینید در پایه نهم صرفا میخونیم پی آ پیش آمد آ امکان و یا احتمالش اینه که برابر هست با احتمال پیش آمد در حقیقت آ تعداد اعضا یا تعداد حالتهای مطلوب بر NS یعنی فضای نمونه یا تعداد حالتهای ممکن. ببین چند تا یادآوری آورده کتاب درسی ما و اینا خیلی مهم و مفیده برامون که یاد بگیریم که اینا چی اند و داره در چه موضوعی با ما صحبت میکنه و این موارد رو در حقیقت ما میخوایم با هم ببینیم. ببینید عزیزان دل دانش آموزان و همراهان عزیز مجموعه برتر سالار، شما برای این اتفاق میگید تاسی را میندازم احتمال هر یک از پیش آمدهای زیر چقدره. خب ببین شما الان NS شما مساویه با عدد 6. چرا؟ چون تاس 6 عدد روش داره، 6 عدد تاس روش داره، پس NS شما برابر با عدد 6 خواهد بود. خب مضرب 3 دو تا از اون 6 تاست، چون 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 دو تاش مضرب 3 هستن. اولها 2 و 3 و 5 و مساوی 3 شیشمه. بیشتر از 6 که اصلا امکان نداره و کمتر از 6 کمتر از 7 احتمالش دیگه احتمال در حقیقت چی میشه؟ احتمالش میشه احتمال کل ما. یعنی چی؟ بهش میگن یقینه. آقا محال داریم یعنی صفر احتمالش، یقین هم که خب یعنی احتمالش یکه، چون ما میگیم پیش آمد آ امکان در حقیقت افتادنش بین عدد صفر تا یکه. خب داره دونه دونه حل کرده. اولی 2 شیشم 1 سوم آورده، دومی رو 3 شیشم 1 دوم آورده، سومی رو 0 شیشم یا توهی آورده و چهارمی رو 6 شیشم یا 1 آورده. یعنی در کل این صفحه مطلب ما فقط مروری بر این اتفاق بود که 2 شیشم 3 شیشم 0 شیشم و 6 شیشم. اما چه چیزایی عزیزان برای ما اهمیت پیدا میکنه؟ یعنی چه مواردی برای ما اهمیت پیدا میکنه؟ من میگم آقای حسن‌زاده یکی از اتفاقایی که برای ما خیلی اهمیت پیدا میکنه این مبحث، مثلا میگم احتمال اینکه 6 عدد رو شده تاس را بشمارد چقدره. خب ببین یعنی من باید برم سراغ چی؟ یعنی من باید برم سراغ در حقیقت شمارنده های 6. شمارنده های 6 1 2 3 6 پس میشه 4 شیشم. چقدر احتمال داره عدد رو شده 12 را بشمارد؟ خب ببین شمارنده های 12 1 2 3 4 6 و 12 که 1 2 3 4 6ش میشه یعنی میشه 5 شیشم. چقدر احتمال داره که 12 رو نشمارد؟ خب ببین نشمارد 1 شیشم، یه عدد 5 اینو نمیشمارد، یعنی بشمارد و نشمارد در حقیقت اختلاف بین این دو مقدار. یک بار بشمارد میشه نمیشمارد، یک منهای بشمارد مساوی نشمارد یا یک منهای نشمارد مساوی بشمارد میشه. پس بنابراین عزیز دلبر جان، دانش آموز خوب، دانش آموز با سواد،
شما مطالب پایه های پایین رو میخونی که در پایه های بالاتر بیایی ازش به عنوان بحثت استفاده بکنیم. ببین ما میاییم به تمام زیر مجموعه های، دقت کن دارم چی میگم، اون چیزی که خطای خیلی از دبیرانمون بوده، زیر مجموعه های فضای نمونه ما بهش میگن پیش آمد تصادفی یک اتفاق. یعنی این که الان 6 تا عضو داره، تو به توان 6 زیر مجموعه یعنی 64 تا داره. پس تعداد پیشامدهای تصادفی ما برای این اتفاق مساوی عدد 64 خواهد بود. یا مثلا شما دقت داشته باشید برای این اتفاق مثلا یه دونه مجموعه داشته باشید که NS شما NS تون 4 عضو باشه، تعداد پیشامدهای تصادفی ما برابر به عدد 16 خواهد بود. ببینید وقتی داره برای من میگه من یک تاس انداختم، میدانم عدد رو شده زوج است، احتمال اینکه 10 آن را بشمارد چقدر است؟ خیلی بچه ها میان 1 2 5 10 ها می نویسن 3 6 در حالی که این غلطه. چرا آقای حسنزاده این اتفاق غلطه؟ ببین برات این گونه بگم، من میدونه که میگه من میدونم زوجه، یعنی NS شما دیگه از 6 تبدیل میشه به 3، چه اعضایی 2 4 6 فقط زوجه یعنی مخرج 3. حالا 10 کدوم یک از اینا رو میشماره؟ یا کدوم یک از اینا شمارنده عدد 10؟ فقط 2. پس ما میگیم احتمالش 1/3 نه 3/6. پس بنابراین میتونه چنین مواردی رو برای ما اشاره بکنه و به صورت ریزبینانه به مسئله احتمال، فضای نمونه، حالتهای مطلوب، حالتهای ممکن و نوشتن اسم یعنی در حقیقت مجموعه ای که حالتهای ممکن رو برای ما میده، نوشتن پیشامد آ یعنی حالتهای مطلوب رو برای ما میده و توحید به معنای صفر و یک به معنای اتفاق حتمی. توضیحات جامع و کامل از صفحه 15 کتاب درسی تقدیم حضورتون شد. خیلی متشکرم، باز با مجموعه خودتون همراه و همقدم بودید. تا دیداری بعد، خدا نگهدارتون.